سلام علیکم. یه ویدیوی منتشر شد از یه همایشی به اسم گرگ وال استریت یا همچین چیزی توی ترکیه. اونجا ظاهرا پسرای آقای ولایتی هم حضور داشتن و مجری از اینا تقدیر میکنه به عنوان مدیران موفق که 1000 خورده‌ای مسکن ساختن و اینجور چیزا. بعد حالا یه عده اومدن میگن که آقای ولایتی که خودش میگفتش که مردم ایران از یمنی‌ها یاد بگیرن، لنگ ببندن، نون خشک بخورن، مقاوم باشن و اینا، چطور پسراشی همچین جایگاهی دارن؟ البته من اون ویدیو رو تایید نمی‌کنم، شاید الکی باشه، دروغ باشه اینا، ولی اگر درست هم باشه آخه این چه سوال احمقانه ای اصلا. به همون دلیل دیگه، یعنی پسرای ولایتی لنگ بستن، نون خشک خوردن، پولاشون رو جمع کردن، الان به این جایگاه رسیدن، این همه خونه میسازن. شما فکر کردی اگه از اول عمرت به جای پول لباس میرفتی لنگ میخریدی و به جای خورد و خوراک فقط نون خشک میخوردی، چقدر پول جمع کرده بودی تا الان؟ پس به جای اینکه خورده بگیری الگو قرار بده. اینا خودشون عمل کردن. خود آقای ولایتی الان خونه 1000 متری توی سعدآباد نشسته، حالا قبل گرفته قسطی اینا، بالاخره چجوری پولشو تونسته بده؟ ایشون از اول مسئول بوده. نون خشک پولشو جمع کرده، نون خشک فقط خورده. بعد حالا چند وقت پیش یه نفری هم اومده بود، ظاهرا فیلم برداری کرده بود از اونجا و از خونه های ولایتی و محکوم شده بود به زندان و اینا. آدم تو خونهش نمیتونه یه نون خشک بخوره از دست شما. بابا طرف نشسته داره نون خشک میخوره، این میری فیلم میگیری، خب آبروش میره دیگه. میگن چیزی نداره بخوره تو خونه. آدم تو خونه ای که نون خشک میخوره فیلم نمیگیرن که. یا آقای روحانی که رئیس جمهور عزیزمون که خودش گفت بود من بعد از انقلاب چیزی نداشتم، بعد الان تو ولنجک میشینه. ببین ایشون دیگه چقدر نون خشک خورده. ایشون اصلا سلطان نون خشک. خیلی نون خشک میخورن اینا. نون خشک میخورن. اصلا شما آدم ساده زیست دیدی که هستن توی مسئولین و مدیران اینا، بدون اینا اهل نون خشک خوردن نبودن. هرچی پول در آوردن لباس خریدن، غذا خوردن، پول نمونده واسهشون. به خاطر همین ساده زیستن.